سلام علیکم، خوش اومدید به کانال دوم یوتیوب من، مثل باز. آقا این ویدیو معرفیه. از این ویدیو به بعد دونه بدونه محتوا رو براتون میذارم. سعی میکنم اول تو این ویدیو بگم من کیم، کانال رو معرفی کنم، هدف کانال چیه، چرا اسم کانال شد این شد 4 تا مورد. پس این 4 تا مورد رو دونه بدونه بهتون میگم. من اسمم مهدیه، فامیلی معماریه. برخلاف محتوای این کانال من معلم زبانم، 25 سالمه و اینکه از سال 96 تدریس میکنم توی آموزشگاه و مدرسه. این چی شد که حالا این کانال رو زدم؟ چیز دیگه موند از خودم بگم. یه پیج دیگه دارم، یه کانال دیگه دارم، یعنی یه کانال یوتیوب، یه پیج دیگه. لینکشو میذارم توی کپشن، برو نگاه کن. اگه دوست داشتی لینک ها رو بزن و پیجمو هم نگاه کن، همون یکی کانالمو نگاه کن، چون تو اون یکی کانالم که فکر میکنم لینکشو اینجا میتونم بذارم، شایدم نه، شایدم بلد نباشم، ولی فکر کنم گذاشتم. ان شاءالله که یاد میگیرم. لینکو گذاشتم، نامه های دانش آموزامو خوندم، ریاکت رفتم بهشون. برو اونجا اونم ببین اگه دوست داشتی. این به کنار، چیز دیگه نمونه از خودم فعلا واسه معرفی. خوب اگه سوال چیز دیگه هست تو کامنت ها بپرس. راجع به کامنت ها یه نکته بهت میگم آخر که ببینم مثل بچهای اینستا هستی یا نیستی. سوال دوم این بود که چرا این کانال رو زدم. حالا به ترتیب که نبود ولی الان این یادم اومد چرا این کانال رو زدم. من خیلی برام جالب بود که یه سری داستان ها رو بیام براتون توضیح بدم. حالا چه داستانی؟ داستان پیدایش یه ضرب المثل، یعنی که این ضرب المثل از کجا اومده، یعنی اصلی ترین هدف این کانال اینه و از کجا شکل گرفت. از اینجایی که یه چند سال پیش تو برنامه‌های رامبد جوان خندوانه خودش یه تیکه از برنامه میومد یه داستانی میگفت و میگفت این ضرب المثل از این به وجود اومده. خیلی برام جالب بود، یعنی حتی اگه اون قسمت کل برنامه برام جالب نبود، این تیکش خیلی باحال بود. این افتاد پس ذهن من، گفتم ایده باحالیه، نگرش دار. 3 4 5 سال فکر می‌کنم یا 3 سال گذشته. مال اون موقعی بود که تازه کرونا تمام شده بود، با ماسک می اومدم فکر کنم، یا فصل بعدش. این موند. حالا اومدیم سراغ این که آقا ما یه کانال بزنیم. کانالی که زدم اون یکی کانالی که هیچ. این یکی هم گفتم بزنم که این یکی کاناله با اون یکی کاناله زمین تا آسمون فرق داشته باشم و یه سری چیزای باحالتر و ادبی و فرهنگی تر بهتون منتقل کنم که به چه درد شما میخوره. این سوال سوم، به چه درد شما میخوره، چیا قرار یاد بگیرید. اول اینکه محتوای کلیش که گفتم داستان ضرب المثل هاست. بعد توی ویدیوهای شورت یه سری نکته های حالا نمیدونم جمله و ادبیاتی و ادبی و همه اینا که شاید الان فکر کنی که باحال نیست، ولی میذارم میبینی باحال. اینا رو میذاریم. و اینکه آقا اصلا شما توی جمع بخوای صحبت کنین، داستانای منو میتونی بری توی جمع بگی و یه دید دیگه بهت پیدا میکنن. یعنی شما اینجا یاد میگیری یه چیزی و توی یه جمع دیگه نمیخواد بری راجع به دلار و گرونی و آب و هوا و تعطیل و همه اینا صحبت کنی. یعنی به اینکه تو میدونی از کجا به وجود اومده؟ میگن نه. خب هیچ کی نمیره سراغ اینا. هیچ کی هم نیومده فکر کنم سراغ اینجور محتواها. کسی که بیاد اینجوری بشینه، خیلی‌ها هستن مثلا صدا میذارن روی تصویر و اینا بکنن. ولی من سعی میکنم به یه شکل دیگه با فضای متفاوت تر که خسته کننده برات نباشه همه اینا رو به توضیح بدم و اون ویدیوهای شورت هم که قراره ببینی خود متوجه میشه قضیه چی. این از این. مورد آخر مثل باز. خیلی سریع این قسمت رو تمام کنیم که سریع قراره محتوا رو فکر میکنم اگه برسم، زندگی میدونی خرج داره، خب یعنی 2 شیفت کار، اگه برسم فکر میکنم هفته 2 تا ویدیو رو براتون بذارم اگه شد. اگرم نشد که دیگه پوزش بنده رو پذیرا باشید، یه دونه ویدیو، ولی خب 2 تا رو سعی میکنم براتون بذارم. چرا مثل باز؟ مثل باز مثل ماشین باز، کفتر باز، کسی که عشق اینجور چیزاست. یعنی مخاطبای اینجا همه باید مثل خودت باشن، تو که داری این ویدیو رو میبینی باشه. همه عشق اینجور چیزا باشن. من خودم برام جالب نبود ولی گفتم چقدر چیز باحالیه. مثلا میتونی یه آدم متفاوت تر باشی، حتی توی صحبت کردن، توی جمع مثلا همه دارن راجع به یه چیز صحبت میکنن، یکی یهو ضرب المثل میپرنه میگه داستان اینو من میدونم، میدونی از کجا به وجود اومده. بقیه هم براشون جذاب میشه، همونجوری که واسه من جذاب شد، همونجوری واسه تویی که اینجا کلیک زدی جذاب شده اومدی ببینی اصلا مثل باز یعنی چی.
خوش اومدی. امیدوارم اکیپ خوبی از مثل بازهای دنیا رو بسازیم. خوش اومدی به کانال خودت. برقای زیادی روشنه، انرژی مصرف نکنید، انرژی رو در حفظش گوشا باشید. بعد همین الان است که فکر کنم برقامونم بره. من سریع اینو ضبط کردم که اینو گذاشته باشم تا از این به بعد دیگه خیلی رسمی کانال مثل باز شروع فعالیت کن. دمتون گرم، خوشحال شدم دیدمتون. کامنت، این نکته راجع به کامنت یادم اومد. آقا من تعامل دوست دارم. توی تعاملا نه لایک برام مهمه، نمیدونم چرا لایک برام مهم نیست، شیر برام مهم نیست، نمیدونم سیو برام مهم نیست، ولی کامنت رو نمیدونم چقدر دوست دارم. یعنی یه ویدیوم اگه مثلا لایک نگیره برام مهم نیست، ولی میبینم تعداد کامنت پایینه اصلا دپرس میشه. این که خواستم بهتون بگم همین الان یه کامنتی چیزی بذارید دیگه ببینم شما مثل بچهای اینستا نیستید. حقیقت اونور یکم دل به کار نمیدن، میدونی دارم زیرا بهتون رو میزنم بچه‌ها. نه دل به کار میدن، حالا باز بستگی به محتوا داره، اینو قبول کنم که خیلی این داستان این. ولی شما که میتونید مثلا به من ایده بدید تو کامنت ها بدید. اگه مثلا میخواید نقدی یا نکته مثبتی بگید تو کامنت ها بگید. آره کلا اینجا بگید، مثلا تو اینستا نگید، اینجا بگید که مثلا باز اصلا هیچ کانالی هیچ پیجی تو اینستا نداره، فقط اینجاست. دمتون گرم، خوش اومدید دوباره. امیدوارم باز میگم یه اکیپی پر از مثل باز داشته باشیم، یعنی همتون مثل بازید دیگه. مثل باز از کجا اومد؟ از اونجا. دمتون گرم. فعلا بریم تا ویدیوهای بعدی ببینیم چی قراره ببینی و بشنوی و یاد بگیری که واسه بقیه انتقال بدیم. مراقب خودت باش. فعلا